قانون کارشناساشو از طریق میراث در تهران کارشناسایی فرستادن، اومد گفتن این تو میراث نیست. خیلی طبیعی شکایت بر علیه میراث انجام شد. بعدم دیوان عالی رأی بر عدم میراث بودن این موضوع داد. ما هم رفتیم باز هزینه کردیم، نامه رو دادن به میراث نوشت که از نظر ما بلا مانع است و این ملک در میراث نمی باشد و هیچ نوع ملک میراثی هم نیست. نامش هم داریم در سال در سال 1389. ما بعد 4 سال ما رفتیم فرمان ساختمون گرفتیم. تا 6 ماه پیش هم کسی کاری نداشت. 6 ماه پیش که ما اومدیم اینجا شروع کنیم، البته به خاطر چی ما این زمان طول کشید؟ به خاطر مغازه‌دارا که باشون به تفاهم برسیم. تمام شد. این 6 ماه شد. این 2 سال و هزینه ما، این زمانی که ما نتونستیم با اینا به نتیجه برسیم، باید این وضع باشه، برنامه و شلوغ بازی‌ها برای چی؟ ما تابع یه قانون همه دارن پیروی میکنن و چه احتیاجی داره که میراث برای خودش بخواد بیاد قانون گذاری کنه؟ اگر کارشناساشون از تهران اومدن بازدید کردن و گفتن جزء میراث نیست، اینا چی میگن؟ اگر اینا میگن پس چرا اونا بر علیه اینا حکم کردن؟ معنی نداره این مسئله. فقط شلوغ بازی‌ها برای چیه؟ میراث فرهنگی میگن صبح اومده بود اینجا راه نداره. برای چی راه بدن؟ ملک شخصی آیا کسی بخواد منزل جناب شما حق داری. اداره برق و گاز که میاد قبل از اینکه بیاد اجازه بهش بدی بیاد برای خوندن کنتور. به چه اجازه کسی حق داره بلند شه؟ ببینم میراث فرهنگی در 2 جمعه گذشته کجا کلید داشته و از کجا کلید که به کسی که اینجا داشته کار میکرده و تنها کسی که اینجا کلید داره میگه من نبودم. میگم پس کی اینا رو اومده خراب کرده؟ میگه از طرف میراث اومده. گفتم کلید کی بهشون داد؟ میگه من نمیدونم. میراث فرهنگی به چه جرأتی باید تو مال ملک شخصی کسی وارد بشه و تخریب کنه و بگه میخوام مرمت کنم بعدش؟ معنی داره این حرف بزنه شما؟ تخریبه از سمت اون کسایی هم که اومدن داخل سری اولش. بله. سری اول کجاها بوده؟ اون قسمت ایوون خراب کردن. بعد گفتم اصلا به چه دلیل وارد ملک شخصی شدید شما؟ هر کی هر جا میخواد قدم باز بذاره باید برای ملک شخصی حکم دادستانی باشه. میگه ما کار به دادستانی نداریم. و کار به چی دارید شما؟ کار به زور خودتون دارید؟ معنی نداره عزیزم. خب الان ما می‌خوایم بریم عکس بگیریم. نمیشه عزیزم. برای چی بخوای بیا عکس بگیری؟ مگه ملک شماست؟ ملک خودم عزیزم. ملک خودم. دلیلی هم نداره من کسی جونم. ما حالا با هم دیگه که داد و بیداد نداریم. من اصلا مگه من دارم داد و بیداد میکنم دخترم؟ نه عزیزم بفرمایید. جسارت نباشه. من می‌خواستم بگم خدمتتون که خب حالا بعد از اینکه به فرموده شما اینجا شلوغ بازی شد یا شلوغ کاری شد یا هر چیز دیگه ای، ولی متوجه شدین که برای این بنا برای یه عده‌ای مهم هست. برای چی براش مهم باشه؟ برای اینکه جزئی از برای اینکه تشخیصتونه، تشخیص کسایی که میگن ببین شما مغرضانه صحبت نکن دخترم. داری میگی مهم. ببین مهمو شما تشخیص میدی یا کارشناساتون؟ نه اون پلاک اون من که کنده شده. تازه کار اینجا تردد نگاه کن. تردد نگاه کن اینجا. هر کسی میتونه هر کاری بکنه. یعنی من مسئولم که در بیرون اون چند سالی که این پلاک ببخشید. چند سالی که این پلاک دم در ببین شما ببین اون ملاک شما نمیتونید ملاکش بکنید به خاطر اینکه اون چند سال اینجا بوده و دیشب عمل تخریبی انجام شده. اون پلاک آقا چرا نیست؟ من چرا نمیتونی شما یه حرفو بر علیه من بزنید؟ یه دیگه از شهروندا دارن ملک بی ارزش، یه دیگه از شهروندا دارن ازتون درخواست میکنن که اینو فعلا تخریب نکنید. برای چی؟ نه خیر به هم نه به عهده اونا نیست، به عهده خودمه. من هر کاری برای خودم و طبق مجوزم فرمانم تمدید کردم، دنبال فرمانم رفتم. دلیلی من نمیبینم که بخوام به خاطر عده اشر. آیا اگه ملک شخصی جناب عالی بدون اینکه جزء میراث باشه و قدمت سالش کمتر از سال 70 سال باشه این کارو با شما انجام بدن، شما چیکار میکنید؟ خب من اجازه بدید بفرمایید دکتر. سوال میفرمایید. نمیدین کسی توضیح بده دیگه. خب وقتی همچین اتفاقی میفته منتظر تعیین تکلیف میشیم دیگه. شما غیر از اینه که شما منم تعیین تکلیف کردم از مراجع قانونی، میگفتن این جزوش نیست. منم رفتم کارم انجام دادم. و چرا شما میاد این موضوع بر علیه ما میخواد که من مدرک دارم از دادستانی کل کشور دارم، دادستانی اینجا دارم، از خود میراث فرهنگی قاضی چه در